بعضی از ساکنان ناحیه باباجان غفروف خبر دادند که شام 16 سپتامبر و بعد اعلان آتش بس بر اثر حمله نیروهای قرقیزستان چند نفر در جماعت آفچه قلچه زخمی و یا کشته شدند. شماره دقیق آنها معلوم نیست. در دو نواره که به دست رادیوی آزادی رسید درباره از دست دادن 10 نفر صحبت شده است. خبرگزاری از اپلیوس با تکیه به همصحبتانش در منطقه نوشت که بیش از 10 نفر جراحت برداشتند. جماعت خستیورز و آفچه قلچه ناحیه باباجان غفروف با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند. یک مسئول جماعت آفچه قلچه گفت که به مسجد جماعت حمله شده است اما تفصیلات نداد. تنها همین را گفت که اهالی را از اینجا کوچانده ایستاده ایم. رئیس دستگاه حکومت ناحیه باباجان غفروف 2 دفعه در صحبت تلفنی وعده داد که دیرتر زنگ میزند و با این بهانه به سوالها پاسخ نداد. احرار نعمتوف یک ساکنی جماعت آفچه قلچه میگوید نیروهای قرقیزستان با بی‌سرنشین ها به مسجد حمله کردند و زمانی که به ادعای او ساکنان برای خواندن نماز عصر رفته بودند. تصدیق این گفته ها از منابع رسمی تا حال امکان پذیر نشده است. بعضی از مصاحبان دیگری ما در منطقه گفتند که این افراد بر اثر ترکش سناریت زخمی و یا کشته شدند. قبلا مقامات تاجیکستان در اظهارات از حمله چرخبال و بی‌سرنشین های قرقیزستان به خانه های مردم و انشاءات غیر نظامی ابراز تشویش کردند. قرقیزستان در نوبت خود تاجیکستان را به نقض آتش بس و استفاده دستگاه موشکی عیبدار کرد. در همین حال خبرگزاری از اپلیوس از چند حمله هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان به دهه شورابی اصفهان نیز خبر داد. مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی نمیگویند. صبح 16 سپتامبر ساکنان منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان با صدای تیر بیدار شدند. مناقشه تا ظهر امروز دوام کرد و دیرتر مقامات بلندپایه دو کشور صحبت کردند و از آتش بس خبر دادند. مقامات تاجیکستان شام 16 سپتامبر جانب قرقیزستان را گناهکار کردند که بعد 1.5 ساعت اعلان آتش بس دوباره تیرپرانی را آغاز کرده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان برعکس ادعا دارد که سرحدبانهای تاجیک دوباره به موقع نظامیان در کلوندو و جنیجر ناحیه لیلک ولایت بادکند حمله کردند.